میگویند تازگی گرو سلامتی است، اما چنانه که میبینید در رگستان بازار مرکزی پنجشنبه که هر شام در اینجا بازار تشکیل کرده می شود، تازگی در چگونه حالت قرار دارد. وقتی ما همه روزه از واسطه اخبار عامه بهر پیشگیری بیماری‌های سرایت حرف میزنیم، ولی احوال در حالت بد قرار دارد. تازگی اینجا به یک حالت بد قرار دارد که میتواند که در این هوای گرمی به هر گونه بیماری‌های سرایت آورده رساند.